بیشتر ما در طول زندگی روزمره‌مون کارهامون رو به تعویق انداختیم یا به عبارت دیگه اهمال‌کاری کردیم. میشه گفت حدوداً 1 نفر از هر 5 نفری که اهمال‌کاری میکنن این کار رو از روی عادت و یا حتی اجبار انجام میدن. ولی این عادت از اون چیزی که فکرشو میکنید هم آسیب‌های مخرب‌تری داره. اگه میخواید بیشتر در مورد اهمال‌کاری، ریشه‌هاش و اینکه چطوری جلوش رو بگیریم و شکستش بدیم بدونید، توی این ویدیو با من همراه باشید. توی ویدیوی امروز اهمال‌کاری رو از دیدگاه آقای دیوید پرسفیلد، نویسنده کتاب The War of Art یا به فارسی نبرد هنرمند بررسی می‌کنیم. این کتاب دیدگاه خلاقانه و جدیدی در حوزه مقابله با اهمال‌کاری داره. دیوید پرسفیلد نویسنده و هنرمندیه که در کتابش از تجربه‌های خودش در مقابله با مواردی که باعث می‌شده کارهای خلاقانه و مهم زندگیش رو به تعویق بندازه حرف میزنه. این کتاب حجم زیادی نداره و اگر از دیدن این ویدیو و مطالب این کتاب لذت بردید، بهتون توصیه میکنم کتاب رو تهیه کنید و اون رو مطالعه کنید. این کتاب میگه که ما 2 تا زندگی داریم. یکی زندگی عادی و فعلی ما و یکی زندگی نکرده ما که همون زندگی هست که رویاها، آرزوها و اهداف ما توش قرار داره. بین این 2 تا زندگی مانعی هست به اسم مقاومت که به انگلیسی میشه رزिस्टنس و راز غلبه بر اهمالکاری همینجا و در عبور از این مانع مقاومت قرار داره. امروز توی این ویدیو 3 تا نکته اصلی این کتاب رو برای غلبه بر اهمالکاری با هم دیگه بررسی می‌کنیم. نکته کلیدی اول اینه که دشمن خودتون رو بشناسید. این مقاومت یک نیروی منفیه که به صورت فعالانه جلوی ما رو میگیره و باعث میشه اون کاری که میدونیم باید انجام بدیم رو عقب بندازیم. جالبه که این نیرو نمیاد جلوی فیلم نگاه کردن یا بازی ویدیویی کردن ما رو بگیره، بلکه میاد جلوی کارهایی رو میگیره که انجام اونها باعث پیشرفت ما تو حوزه‌های فردی و اجتماعی میشه. اینجا قبل از اینکه به ادامه کتاب بپردازیم، لازمه یکم در مورد مغز انسان با همدیگه صحبت کنیم. 2 تا بخش تو مغز انسان هستن که توی این موضوع اهمالکاری همیشه با همدیگه در جنگ هستن. یکی از این بخش‌ها پریفرانتال کورتکس یا همون قشر جلویی مغزه. این بخش همون بخشیه که با استفاده از اون اهداف بلند مدت رو برای خودمون تعیین می‌کنیم و ما رو تشویق می‌کنه که باید کارهامون رو انجام بدیم. در طرف دیگه سیستم لیمبیک قرار داره که مسئول احساس شادی، لذت و واکنش‌های عاطفی ماست. این همون بخشیه که به ما میگه میتونی به جای اینکه ورزش کنی، بشینی فیلم ببینی، به جای اینکه برای خودت غذای سالم درست کنی، فست فود سفارش بدی. در حقیقت وقتی که ما اهمال کاری میکنیم، سیستم لیمبیک میخواد با این کار ما رو در موقعیتی قرار بده که ازش لذت میبریم. همونطور که میدونید این لذت مقطعیه و فقط باعث عقب انداختن کارهامون میشه. مشکل بزرگتر جایی هست که در افرادی که خیلی اهمالکاری کردن و اهمالکاری براشون تبدیل به یک عادت شده، سیستم لیمبیک توی جنگ با پریفرانتال کورتکس همیشه برنده میشه. به این افراد اهمالکاران مزمن یا کرونیک پروکرستینیتور میگیم. خب برگردیم سراغ کتاب. نویسنده میگه که 2 مدل مقاومت وجود داره. یک سری مقاومت‌های کوچیک مثل عقب انداختن شستن ظرف‌ها و یک سری مقاومت‌های بزرگ که این مقاومت‌های بزرگ در مقابل کارهایی هستن که تو زندگی ما خیلی مهمن و پتانسیل تغییر شرایط زندگی ما رو دارن. مثلا میخواید یه بیزینس جدید برای خودتون راه بندازید یا میخواید ورزش کردن رو شروع کنید. مقاومت بزرگ میاد جلوی اینجور کارها رو میگیره. مقاومت بزرگ باعث میشه وقتی به انجام دادن این کارها فکر میکنید، حس کنید قراره از کوه بالا برید. این مقاومت باعث میشه مدام کارهاتون رو عقب بندازید و بگید که اونا رو بعداً انجام میدید. داخل کتاب یه جمله قشنگی داره که میگه ما هیچ وقت به خودمون نمیگیم که سمفونی نمینویسیم. به خودمون میگیم که از فردا شروع به نوشتنش میکنیم. حالا ریشه این مقاومت که باعث میشه با بهانه‌های مختلف ما رو از انجام دادن کارهامون پشیمون کنه چیه؟ ببینید اهمال کاری اساساً یک مانع ذهنیه. پس دلیل پشتش از ذهنیت ما منشأ میگیره. خیلی از اوقات دلیل این اهمال کاری ها ترسه. این ترس میتونه از چیزهای مختلفی باشه ولی معروف ترینش ترس از شکست خوردنه. هر دفعه که شما از چیزی میترسید و به خاطرش اون کاری رو که لازمه رو انجام نمیدید، این مسیر اهمالکاری رو توی ذهنتون قوی‌تر میکنید و انجام دادن کارهاتون سخت و سخت‌تر میشه. نویسنده توی کتاب میگه به عنوان یک قانون همیشه یادتون باشه اگر از چیزی میترسید یعنی اون مسئله تو زندگیتون اهمیت بیشتری داره. هیچکس از بازی ویدیویی کردن نمیترسه، ولی وقتی نوبت به مثلا شروع یک کار جدید میرسه این حس ترس بهمون غلبه میکنه. کاری که باید بکنید اینه که از این ترس به عنوان یک راهنما و سوخت برای انجام کارهاتون استفاده کنید. هر وقت متوجه شدید از کاری بیشتر میترسید، اون کار باید تبدیل بشه به اولویت زندگی شما و با اون کار خودتون رو درگیر کنید. حتما جمله معروف اگه میخوای به ترست غلبه کنی باید باهاش روبرو بشی رو شنیدید. اینجا هم همین موضوع مطرحه
و باید با ترستون مواجه بشید، وگرنه وارد سیکل اهمالکاری میشید و هر چی بیشتر داخلش بمونید خروج ازش سخت‌تر میشه. البته اینم اضافه کنم که ریشه همه اهمالکاری‌ها ترس نیست. مثلا ایدئالگرایی، احساس ناکافی بودن و بیماری‌هایی مثل افسردگی یا اضطراب هم میتونن ریشه اهمالکاری باشن. البته معمولا اگر روی هر کدوم از اینها بیشتر زوم کنیم، احتمالاً یک نوعی از ترس رو داخل اینها هم پیدا می‌کنیم. حالا که در مورد شناخت دشمنمون که اهمالکاریه و ریشه‌های اون بیشتر صحبت کردیم، بریم سراغ این که چطوری باید این مشکل رو مدیریت کنیم. یکی از ایده‌های اساسی که آقای پرسفیلد توی کتابش مطرح میکنه، مقایسه نگرش یک فرد حرفه‌ای یا پروفشنال و یک فرد آماتور نسبت به کارشونه. این مقایسه به این صورتی که فرد آماتور وقتی حسش رو داشته باشه یا انگیزه داشته باشه کارش رو انجام میده، به کاری که انجام میده متعهد نیست و اهدافش فقط در تفریح، پول و جایگاه خلاصه میشه. در طرف مقابل فرد حرفه‌ای کسیه که زندگیش رو به صورتی شکل داده که کارش براش اولویت داره، به موفقیت و انجام رسوندن کارهاش متعهده و اهدافش رو به خاطر روحیه خلاقانه و انگیزه‌های درونیش دنبال میکنه. نویسنده کتاب میگه اگر میخوایم به اهدافمون برسیم و اسیر اهمالکاری نشیم، باید با اهدافی که داریم مثل یک حرفه‌ای برخورد کنیم. جالبه که در این دسته‌بندی پول جزء اصلی شخصیت یک آدم حرفه‌ای نیست. البته که همه ما میخوایم پول بیشتری در بیاریم، ولی چیزی که نویسنده میگه اینه که فرد حرفه‌ای به کاری که انجام میده افتخار میکنه و از انجام دادن کارش لذت میبره و اهدافش رو حول محور پول خلاصه نکرده. شخصیت یک فرد حرفه‌ای به این صورته که هر روز کاری که باید انجام بده رو در هر شرایطی تموم میکنه و نسبت به انتقادات حالت دفاعی نمیگیره و اونها رو میپذیره، در حالی که فرد آماتور ممکنه با یک فیدبک منفی که میشنوه کاملا تحت تاثیر قرار بگیره و کارش رو انجام نده. مهمتر از همه اینه که فرد حرفه‌ای میدونه ترس بخش جدایی ناپذیری از کارشه. فرد آماتور به خاطر ترسش از محدوده آسایش یا کامفورت زون خودش خارج نمیشه، ولی فرد حرفه‌ای با وجود اینکه اون ترس رو احساس میکنه، این مسئله رو میپذیره و میدونه که بخشی از کارشه و باید اون رو انجام بده. نکته دیگری که فرد حرفه‌ای به خوبی متوجه میشه اینه که مقابله با مقاومتی که اول ویدیو با هم در موردش صحبت کردیم، بخش طبیعی از روزمره اونه. این مقاومت در مقابل انجام دادن کارها همیشه هست و شاید از بین نره. ولی وقتی به مرور و آگاهانه علیه این مقاومت عمل میکنیم و کارمون رو انجام میدیم، این مقاومت هم کم کم ضعیفتر میشه. ولی باید خاطرتون باشه که این بخشی از زندگی روزمره شما و همه افراده. نکته کلیدی سومی که پرسفیلد توی کتابش مطرح میکنه چیزی هست به اسم رها کردن من. حالا منظور از این چیه؟ میشه گفت که همگی ما یک خود برتر یا سلف داریم و یک ایگو یا منیت. این خود برتر یا سلف بیشتر مربوط به آرامش درونی ما و دیدگاه ما نسبت به خودمونه، در حالی که ایگو چیزیه که بیشتر رو اتفاقات بیرونی و نظرات دیگران نسبت به ما تمرکز داره. بین این دوتا در ناخودآگاه ما همیشه یک جنگی وجود داره و هرچی ما به خود برتر یا سلف فضای بیشتری بدیم، آرامش و تمرکز بیشتری خواهیم داشت. وقتی ما به ایگو اجازه میدیم که ما رو هدایت کنه، اون باعث میشه که ما به اتفاقات خارجی و اینکه بقیه مردم ما رو چطور میبینن توجه کنیم و خیلی چیزها حالت سطحی پیدا میکنن، در حالی که خود برتر ما شامل رویاها، آرزوها و انگیزه های ما میشه. و وقتی به خود برتر اجازه بدیم که ما رو هدایت کنه، اون وقته که میتونیم توی رفتارها و کارهامون خود واقعیمون رو همونطوری که شخصیتمون هست ببینیم. خب این ویدیو هم به پایان رسید. توی این ویدیو با هم دیگه 3 تا نکته اصلی از کتاب وار آف آرت نوشته دیوید پرسفیلد رو بررسی کردیم. بهتون توصیه میکنم خود کتاب رو مطالعه کنید. کتاب کوچیکیه، واقعا ارزشش رو داره. خیلی ممنونم که وقت گذاشتید و تا انتهای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و برای مقابله با اهمالکاری چیزی از این ویدیو یاد گرفته باشید. ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و کانال رو سابسکرایب کنید تا از من حمایت کنید و ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. ممنون و تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.